همه ما کارتون زیبای پینوکیو رو دیدیم و از اون خاطرات خیلی خوبی داریم. ولی میدونستید که شخصیت‌های این کارتون زیبا چطور خلق شدن؟ کارلو کلودی، نویسنده ایتالیایی ادبیات کودک و نوجوان، میگفت که هدف از خلق شخصیت پدر ژپتو نشان دادن شخصیت خداوند آفریدگار خالق بوده که با چه عشق و علاقه پینوکیو رو خلق کرده بود و در هر شرایطی از پینوکیو حمایت می‌کرده. حتی وقتی که پینوکیو از پدر ژپتو دور می‌شده، اما باز از حمایت و عشق خالقش بهره مند بوده. هدف نویسنده به تصویر کشیدن عشق همیشگی پروردگار نسبت به بنده‌اش توسط پدر ژپتو بوده است. جوجه اردک جینا. هدف از خلق جوجه اردک جینا نشون دادن عقل، قلب و روح پاک پینوکیو بوده که در هر شرایط پینوکیو رو از انجام کارهای اشتباه منع می‌کرده و این نویسنده معتقده که در وجود همه بندگان یکی از این جوجه اردک‌های پاک و معصوم قرار داره. اما انسان‌ها هم مثل پینوکیو هیچ وقت به الهامات و حرفای این جوجه اردکشون گوش نمی‌کنن و کار خودشونو می‌کنن و خیلی موقعا دچار سردرگمی یا عذاب میشن. همونطور که پینوکیو کمتر به الهامات قلبش گوش میداد و دچار مشکل میشد. هدف از خلق شخصیت روباه و گربه نره به تصویر کشیدن نفس پینوکیو بوده که همیشه با وعده های پوچ و توخالی پینوکیو رو به گمراهی میکشوندن و مایه دوری پینوکیو از پدر ژپتو میشدن. همونطور که انسان‌ها با پیروی از نفس درونشون از خداوند دور میشن. اگه یادتون باشه توی قسمتی از داستان پینوکیو دروغ که میگفت دماغش دراز میشد و توی عذاب شدیدی قرار میگرفت و پری مهربون اونو میبخشید و دوباره دماغش خوب میشد. نویسنده میگفت منظور من از خلق این سکانس این بوده که به بیننده بگم که دروغ توازن و تعادل روح پاک آدمی رو به هم میریزه و مجبور بودم اینو توی جسم پینوکیو نشون بدم. به نظر من همه انسان‌ها همیشه یک پری مهربون در وجودشون دارن که به محض بازگشت از گناه اونها رو میبخشه و در آغوش میگیره. هر دفعه که یه دروغ تازه میگی دماغت یه خورده درازتر میشه پینوکیو. چیکار کنم؟ یعنی چه؟ اگه یادتون باشه توی قسمتی روباه و گربه نره با تعاریف آنچنانی از یک شهربازی پینوکیو رو گول میزنن و سوار بر کالسکه بزک شده میشن و میرن به شهر آرزوهاشون. وقتی که صبح بیدار میشن تبدیل به یه حیوان درازگوش میشن و اینجا پینوکیو میفهمه که اشتباه کرده. کارلو کلودی میگه اغلب انسان‌ها گول نفس خودشونو میخورن و در پی زرق و برق دنیا سوار بر این کالسکه ها میشن و وقتی به مقصد میرسن تازه متوجه میشن که گوششون دراز شده و اشتباه کردن. سرتون رو در نیارم، نویسنده این اثر فاخر کارلو کلودی میگه بعد از اینکه پینوکیو تمام دنیا رو گشت و تمام اشتباهاتشو کرد، آخرش تصمیم میگیره که پیش پدر ژپتو برگرده و وقتی میرسه از ژپتوی پیر میخواد که اونو تبدیل به یه انسان واقعی کنه، چون دیگه از چوبی بودن خسته شده بود و صبح که بیدار میشه میبینه که آرزوش برآورده شده و تبدیل به یه انسان واقعی شده. کارلو کلودی میگه هدفم از خلق این سکانس این بوده که به مخاطبم بگم که اگه به سوی خالق خودت برگردی یک انسان واقعی میشی وگرنه پینوکیو چوبی بیش نیستیم. چه نمیزید تا هر وقت دلم میخواد بخوابم.